سلام خدمت همگی دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید. خب دوستان، روز سوم از چالش 100 مسئله رو داریم. امیدوارم که توضیحات مسئله مورد توجه همگی قرار بگیره. خب اینجا پوزیشنی رو که در واقع مد نظر گرفتیم، یک آخر بازی هست، وزیر و درخت. در مقابل وزیر و درخت تعداد پیاده‌ها 5-5 هست. خب این بازی در حالت کلی میتونه مساوی باشه، چون که طرح‌ها برای بردن بازی برای دو طرف کافی نیست. اما از اونجایی که سیاه نوبت حرکت با سیاه هست، خب شاید ایده رو بتونه پیدا کنه که بتونیم با این ایده به برد برسیم و بازی رو ببریم. خب حرکات نرمالی که سیاه داره و شاید خیلی طبیعی به نظر بیاد، حرکت رخ در 3-2 هستش در نگاه اول، که خب اینجا شاید میتونه سفید با وزیر رخ رو بگیره و چیز خاصی سیاه برای ادامه کار نداره و اگر وزیر به وزیر بشه با رخ میگیره و این بازی باز هم نهایتاً بتونه به مساوی منجر بشه، چون طرح خاصی برای برد نداریم. خب ایده بعدیش سیاه برای حرکت رخ آ1 هست. خب اگه اینجا هم رخ آ1 کنیم، میتونه در واقع سفید مثلا رخ در 3-6 بزنه و اینجا باز هم سیاه ایده خاصی برای برد نداره. اگر رخ‌ها تعویض بشن، خب با رخ خواهد زد و باز سیاه یک پیاده عقب هست و فرصت برنده شدن رو از دست میده. اما در اینجا ایده‌ای که برای سیاه بسیار مهمه و میتونه سیاه رو به برد برسونه، ایده استفاده از آچمزی هستش. با توجه به اینکه رخ 3-2 سیاه آچمز هست و اگر رخ رو برداره، سیاه با رخ خودش وزیر ای2 رو خواهد گرفت. خب اینجا میتونه سیاه ایده فشار به آچمزی رو داشته باشه. تاکتیک فشار به آچمزی یعنی زمانی که ما یک مهره رو آچمز داریم، با یک مهره دیگه بهش فشار وارد میکنیم. اگر این ایده تو بازی به ذهن ما برسه، طبیعتا میتونیم حرکت درست رو پیدا بکنیم. سیاه حرکت جالب رخ 3-3 رو انجام میده. با این حرکت زیبا، سیاه با رخش به رخ 3-2 فشار وارد میکنه و در واقع با 3 تا مورد به رخ 3-2 ما حمله داریم. خب از اونجایی که سفید اگر بخواد رخ 3-3 رو بگیره، خب طبیعتا سیاه با رخ وزیرش رو خواهد زد. اگر هم بخواد با رخ آ2 رو بزنه، که سیاه در اینجا بسیار راحت با حرکت رخ در 3-1 به شاه کیش میده. اگر شاه رو بذاره تو خونه H2، با حرکت رخ H1 کیشو مات میشه و یا با حرکت وزیر H1 سفید کیشو مات میشه. خب گزینه‌های دیگه برای سفید باقی نمیمونه و اینجا با حرکت رخ 3-3 سیاه میتونه بازی رو ببره. اگر هم حتی رخ در آ2 اگر رو رخ 3-1 رو بزنه، خب طبیعتا اگه بخواد مات نشه، مجبور با وزیر F1 جلوی مات رو بگیره، که خب باز هم با زدن وزیر با شاه میزنه و وزیر B1 و به راحتی سیاه بازی رو برنده میشه. امیدوارم که توضیحات مورد توجه همگی قرار بگیره. موفق و مؤید باشید. متشکرم.